همین علیزاده که اینجا رو داده بود به ما، فرمودین که نگین اسمشونو. عزیز بلند شو برو خرید. امشب مامانم اینا شام دارن میان اینجا. لیست خریدم گذاشتم رو میز. پاشو دیر میشه. باشه. عفت چه خبره؟ مگه من دارم شام عروسی میدم که این لیست داری به من میدی؟ مگه من چقدر حقوق میگیرم؟ خجالت بکش عزیز آقا، یکم دست و دلباز باش. یه شب مامانم اینا دارن میان اینجاها، ببین چه اداهایی داری از خودت در میاری. بفرما تماشا کن، بیا دیگه. فکر نکنی من دروغ میگم. یخچالو ببین، عین جیب جنابالی خالیه، هیچی ندارم. بلند شو برو، میخوام شام بذارم، دیر میشه. الو روحانگیز، خوبی؟ ببین ماما اینا شام دارن میان اینجا، تو هم پاشو بیا. آره اون قابلمه روحیت هم بیار بی زحمت. فدان. یه عمری بعد یه بی جا میدی، بعدی امروز رو به فردا میدی. یه روزی آخرش میشی پشیمون از این فریبی که به دل ها میدی، از این فریبی که به دل ها میدی. میگم برو میگی نمیشه، میگم برو میگی نمیشه، میگم بشه میگی نمیشه. یک بومو رو هوا نمیشه، یک بومو رو هوا نمیشه. میگم بمون میگی نمیشه، میگم برو میگی نمیشه، میگم میشه میگی نمیشه. اومدن. الو سلام، بیاین بالا، خوش اومدین. آره بابا، نه قربونت بشم. نه بابا، آره فتم اصرار میکنه باید حرف بزنه. آره نه بابا، الان گوشی رو بهش میدم. الان گوشی. الو سلام، حال شما؟ قربان شما، مرسی، سلامت باشین، قربان شما. سلام جان، تشریف بیارین. بله خواهش میکنم، منتظریم. قربان شما، خدا نگهدار. چی گفت؟ هیچی دیگه، شب میان. خب خوبه دیگه، یه لیست بنویس تا من برم حاضرشم برم خرید. از این بهتر نمیشه. عفت لیست خریدت کو؟ رو میزه. عفت همین دوغمات سفیدا. مگه مامان بابای من میخوان شب اینجا برن هموم؟ پس شام چی میشه؟ اولا سفیدابو واسه خودمون میخواستم. دوما مگه تو چقدر حقوق میگیری که بخوای این همه ولخرجی کنی؟ بعدش هم همه چی توی یخچال هست. ماشاءالله هزار ماشاءالله پره. بیا ببین. شبم یه چیزی گرم میکنم دوره هم میخوریم دیگه. دیشب مونده. خب همه چی کامله دیگه. ببین عزیز، من میرم میخوابم، یکم سردرد دارم. رسیدن بیدارم کن. عزیز زیر کتری هم روشن کن.